سوال دیگری من عاید دزدی مالکیت مردم همین دهه دریاباد در نزدیکی چلتپه جایگیر است. همه ساله و همه روزه یک گروهی متشکل است که اصلا معین کرده نمیشه. بسیار دزدی جدی دارم. مردم به داد آمده است. یک درخواست من است که باید همین چیز یک شوراجویی جدی بشود که اون نفرایی که مردم به این درجه رساندن پیش‌روشون گرفته میشود. تشکر. مسئله شما ما سپارش فرستادیم با پروکورور ورودی سنجش قانون‌گذاری جاری رو وابسته به اطلاعاتی و سنجیده ایستادم. ما حتما از نتیجه سنجش و اخبار گسترده اخبار آنها خبر می‌دهیم. معلوماتی که شما قید کردید در مورد جبر رسول ما اینو رو باید می‌گیریم. اگر حالت در حقیقت مجبور کنی تصدیق شود ما حتما نسبت شخصی گناهکار شوراجویی می‌نماییم. مثلا دوم حالت دزدی در ناحیه چمتیپا این طریق کاری مرحمت شما پیش میاد نموده چه معلوماتی که دارین شما ما اونو می‌بینیم. پس از نشست مطبوعاتی ما از پسی بررسی است پسی تفتیش حالت میشه. محترم پروکورور من مبارزه بیشتر هستم معذرت آزادی محترم پروکورور سوال اولی من درباره مناقشه در آخر ماه اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان است. شما به شکایت جامعه شهروندی قرقیزستان که از عملکرد تاجیکستان در سرحد و دادگاه بین‌المللی مراجعت کردن چی نظر دارد و تحقیق دادستانی کل تاجیکستان درباره این مناقشه به کجا رسید؟ و دویم سوالم درباره دادگاه بین‌المللی جنایی پرونده استرداد اویغورها را از تاجیکستان به چین بررسی می‌کند. نظر طرف تاجیکستان در این قضیه چی است؟ و آخرین سوالم محترم دادستان کل تاجیکستان باوری قطعی دارد که پرونده‌های بزرگمهر یاروف، زید سیدوف، بهرام عنایت‌زاده، محمود اودینه و دیگران کاملا قانونی تفتیش شدند. تشکر. وابسته به مناقشه در خط سرحد تاجیکستان و قرقیزستان و همه شما معلوم است سبب‌های مناقشه کی هست، هجوم را کی سر کرد و نتیجه چی شد و همه شما معلوم است. وابسته با وقتی گویا از جانب تاجیکستان و سود بین‌المللی مراجعه شده باشد و یکم معلومات داریم. وابسته به پرونده‌های جنایتی که شما نامبر کردید اونا 100% گناهکار هستند. فقط یک همون بزرگمهر یاروفی گفتگی شما در صادر نمودن زیاده از 20 نازه جنایت گناهکار شده است و همه دلیل‌های کافی در پرونده جنایتی موجود هستند. بر اساس اون دلیل‌های کافی موادهای دسته‌دار پرونده جنایتی به سود فرستاده شده و از جانب سود واقعانه ابیکتیوانه بررسی گردیده و حکم سزاوار برآورده شده. قسمت دیگر جنایت‌هایی که شما نامبر کردیم همچنین دلیل‌های پورا در پرونده‌های جنایتی موجود هستند. محترم پروکورور وابسته به تفتیش دادستانی کو درباره مناقشه مرزی خبر داده بودید؟ من خودم شخصا سپارش یک سوال دیگه هم ما مواظب به آنکه استرداد اویغورها از تاجیکستان به چین مراجعه شده است به دادگاه بین‌المللی. ما درباره جنوب سعدی وحید هستم از رادیو تاجیکستان. دو سوال داشتم. یکم سوال درباره روزهای قبول شهروندان از جانب شخصان اولی وزارت اطلاعات. لطفا می‌گویید که در 6 ماه اول سال 2021 از جانب مقامات پرکراتور گنرال جمهوری تاجیکستان همین قانون نظارت کرده شد. اگر شده باشد چند نفر همین قانون را بیان کردند؟ چون دیده می‌شود ما در بعضی موردها حالتی واقعی دیدیم که شخصانی اول در روزهای قبول شهروندان واقع نیستند در وزارت اطلاعات. سوال دوم در مورد قانونگذاری زمین جناب پروکورور دوستان میگفتید که آیا همین قانونگذاری ویران شده همین قانون در ولایت ها نیست در کدام ولایت بیشتر در 6 ماه اول سال 2021 قانون بیشتر دیده میشود؟ سلام. وابسته به قبول شهروندان سردار شعبه پرکراتور گنرال مرحمت. در روزنامه اولی سال 2021 از جانب
از جانب راهنمایی پرکتور دیگر جمهوری تاجیکستان 576 شهروندان و قبول شخصی پذیرفته شده. از اون 347 عدد صرفی اجرای پرکتوری برآورده شده‌اند. وابسته به مسئله دوم قانون‌گذاری زمین معاون سردار ریاست در این سال یکی اول شده یک از هم خانوادگی در شهر بودیم در جای دیستون در جای خرمان و خیلی کشتر واسطه به هم نسبت مقایسه هست نسبت سال گذشته زیادی افتاد. نسبت سال گذشته بیشتر Мамонов, Народная газета. У меня два вопроса. Первый. Сколько обращений поступило от граждан по вопросам защиты жилищных прав и правовности в период пандемии? И второй вопрос. Были ли обращения относительно неисполнения рекомендаций Минздрава по антиковидным мерам? Ну и, соответственно, сколько принимались ли административные меры воздействия на нарушителей? Спасибо. وابسته به سوال شما من میتونم در برنامه تک کردم از جانب پرکتورای گیلانی سیتود باید به پیشگیری پنجشنبه پنجمی اعضایان این سیتود کنشگانی‌های زیاد آشکار کرده شدند و برای برطرف کردن کنشگانی‌ها سندهای دینایی پرکتوری قبول کرده شده است. شما می‌دانید طریق کاری با معلومات‌ها با رقم‌ها در ریاست دفتر прокуратуры генеральной чинов шевет. Обращение относительно жилищных прав, первый вопрос. Также по этому вопросу вы можете ознакомиться в управлении Генеральной прокуратуры, сколько обращений по жилищным. У нас более 1000 обращений ежегодно поступает, что по жилищному вопросу, что по другим вопросам. Союза, да? Вот он, начальник управления, вы можете после пресс-конференции прокурор генерального шахмиде. Марава Салова. ارشاد سلیمانی از پلوس جناب پرکرور دو سوال دارم. در وقتی که پرونده نفران متهم به اخوان المسلمین بررسی میشد، بعضی از وکیلان دفاع آنها گفته بودند که نسبت برخی از آنها قانون عفو 2019 تطبیق میشه. ولی وقتی که حکم دادگاه عالی صادر شد، دیده شد که نسبت هیچ کدام از آنها شد. مثل که نسبت کی؟ نفرایی که با عضویت به گروه اخوان المسلمین متهم بودند. 102 نفری که پروندهشان دادگاه عالی حکمشان صادر کرد. شما کدام خون؟ 2019 بعضی از وکیلان دفاع آنها بر رسانه‌ها گفته بودند که نسبت برخی از آنها قانون عفو تطبیق میشه. ولی در حکم سود در سوالشکی در قانون عفو درج میگرده. نشده است. شما بینید سوالی کنکریتی باشد، سوالی کنکریتی دید. بسیار جنایت ها هست که زیر قانون عفو نهفتیدن. ندامه باید که اون مسلمی. یه سوال دیگه وابسته به حادثه پرسرصدایی باید تشکیلات تروریستی اکستریمیستی هست. مرحمت ما سوال دیگر دارم. وابسته به حادثه بازداشت
هنگفت طلا و اسعار خارجی در تاجیکستان در گذرگاه‌های گمرکی تاجیکستان که پرونده را پرکاتور گنایی پیش می‌برد. گفته میشد که 3 مورد همین گونه جنایت است نمیدانم صادر شده است، ولی بعدا میشه فقط نسبت حادثه آخران میخواستیم که بعضی جزئیات همین حادثه پرسر و صدا را پرکاتور گنایی شرح کنیم، چون که یگان خیلی شرح رسمی نبوده. خب وابسته به حالت قاچاقی مبلغ‌های کلان پول خارجی از جمله درمی عربستان سعودی، فونت استرلینگ 200,000 فونت استرلینگ و قریب 100 کیلو طلا در حقیقت این حالت از جانب فرماندار پرکاتورای گنرالی آشکار کرده شد و در فرودگاه هنگامی با امارات عرب انتقال دادنی که دستگیر کرده شد از جانب جنایتکاران صادر کرده شد و جانب ما دستگیر کرده شد زیاده 100 میلیون سومانی رو تشکیل می‌دهد. ما یک لحظه دستگیر کردیم، یک لحظه هم شخصان با جوابداری جنایتی با این حالت جنایت و جوابداری جنایتی کشیده شدند. بودن دیگر حالتهای ما معین کردیم که علاقه حالتهای بودن که صادر شدن حالت وقتی ما موضوع پرونده جنایتی رو با قسم اولیده جدا کردن این حال مورد تفتیش قرار دادن. خب سردار گذرگاه گمرکی ولایت ختلان شهادت‌های مرسوم مراجعه‌هایی که می‌شود بدون اکثر مملکت‌ها همین طرف می‌بینن که دسترسیشان با خود جنرال فقرات کمی مشکل‌تر من امکانیتی متاسفانه امکانیتی همه رو قبول کردن همانه با اکثر میگن که ما قبول می‌رویم متاسفانه یعنی دسترسی خیلی دشوارتر است. یگان دشواری ندارد. روز شنبه پرکاتور گنرالی جمهوری تاجیکستان روزی قبول دارد نهانا کسی با قبول نمیاد شعبه قبول شهروندان است سعیده همرازاده محمد مراجعت کنند ما قبول میکنیم. یگان خیلی مانعگی نیست. دیگر طرف مسئله چکاری بودیم متاسفانه امکانیتی همه رو قبول کردن هم ندارن. معاونان پرکاتور گنرالی هستند، سرداران ریاست شعبه های پرکاتور گنرالی هستند، دیگر کارمندان مسئول هستند که میتوانند آنها رو قبول کنند. ناظر سفر روزنامه تاجیکستان محترم پرکرور گنرالی میگفته که سال 2019 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تامین اهالی با محصولات خوراکواری غنی گردانیده شده و تصویب رسید. اهمیت این قانون جمهوری تاجیکستان اهمیت این قانون از قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند کمتر نیست، چون این قانون بیماری ها رو پیشگیری میکند، خصوصا حفظ برمحلی مادر و کودک، همچنین مسئولیت اهالی رو خیلی بلند می‌بردارد. برای همین میگفته که تطبیق همین قانون در کدام حالت است. و سوال دوم من حالتهای با خودکشی دست زدن شهروندان حامل‌هاش در چیست و راستی بود فرزندکشی بعضی مادران جامعه شهرونده را نگران کرده است. در این باره میگفته و اگر علاجش باشد با سردار ریاست پیشگیری یک صحبت میکردیم. تشکر. ما قانونی نامده جانب شما رو تا حال متاسفانه اینوبر امکانیتی واقعی نداشتن موردی سنجش قرار نداده ایم. ما در یک سال همگی از جانب پرکاتور گنرالی سنجشی نه زیادتر از 40-50 قانون ها برای مانده می شود. ما در آینده تصمیم میگیریم که رعایت و اجرای قانون نامبرده را مورد سنجش قرار دهیم و نتیجه سنجش دسترس شما از جمله میگردد. وابسته با مسئله دوم هشدار خودکشی شهروندان سردار ریاست محترم صادق‌زاده عبدالصمد محمد سوابق کنید
در میتواند از ما حمایت نماید. وابسته خودکشی ها و قید گرفته میشه از روی اون از طرف شما پیشکش کنه معلومات علی شما رحمت بسازم. جمله تولی پیام دوشنبه محترم پرکرور در طی روزهای آخر در همه شبکه‌های اجتماعی یک مسئله بسیار نگران کننده است نسبت نابالغ فایده نهایت و که این نابالغ 8 ساله نسبتش بی‌رحمانه اینو به قتل رساندن پرکراتور چه چاره‌ها را اندیشیده شده است و نسبت چنین پرونده‌ها کدام نمونه جزا پیش گرفته شده است. نوعی دکتر دکتر و در حال از جانب پرکراتورای نوعی بودکی روی تفتیشاتی فعالی تأسیس داده شد و در خود همان روز جنایتکار کارمندان محکومات حفظ حقوق دستگیر کرده شد. با ماده‌های کدکس جنایتی یعنی ماده 138 قسمی 3 و 104 قسمی 2 و نسبت شخصی گناهکار گدایف همسایه خصوص تفتیش پرونده جنایتی ادامه دارد. ما پرونده جنایتی را تصمیم گرفتیم که در روزهای نزدیک با پروسه ایمپاری مسئول فرستیم. دستور رئیس مجلس ملی مجلس عالی محترم رستم امامی وابسته به پرونده جنایتی و همان و پرکرور گنرالی شد با تحت نظارت قطعی تفتیش پرونده را قرار دادیم و شخصی گناهکار شخصی که جنایت را وحشیانه صادر کرده است حتما در نزد قانون جواب می‌دهد. محترم پرکار نسبت مادرش هم بگم پرونده باز شدگی است یا نه؟ نه. مرامت دیگه سوال. شهروز یارگو بخونمان جمهوریت در بعضی اعتراضهای پرکاری که به قرار رئیس نوعیت شهر نوعیت رو میشوند به اعتناعی ظاهر کرده میشوند. یکم نفری هستن مسئولانی که نسبت اعتراضهای پرکاری به اعتناعی ظاهر بکنن چاره‌های حقوقی اندیشیده باشند. لطفاً میگفتید در 6 ماه مدت این سال چند اعتراض پرکاری به قرارهای رئیس‌های شهر نوعیت آمده است و چند پیغام‌ها یعنی که تطبیق شده. در نیم سال جاری چیزی که من نمکر در برنامه قید کردم زیاده از 800 اعتراضهای پرکراری با قرارهای غیرقانونی قبول کرده رئیسان شهر و نوعیه‌های جمهوری تاجیکستان برآورده شده است و همه آنها از جانب رئیسان شهر و نوعیه‌ها قانع کرده شده است. یگان حالتی بی‌اعتنایی کردن اعتراض پرکراری جای ندارد. اگر از جانب شخصان منصبدار که با آنها اعتراض پرکراری فرستاده می شود بی‌اعتنایی یا که به قناعت موندن اعتراض رخ دهد ما حتما به مسئول طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان مراجعت می‌نماییم. این تا حالتها دوباره نیستیم. خب دیگر سوال ممنون. شما فضول هفته‌نامه فرج محترم دکتر گنرالی با سوالی من وابسته با همون حادثه کشته شدن یک عنوان انگلیسی در من بود که روز 7 فوریه سال همین سال با حقوق پیوست و نزدیکان این نفر مرحوم میگویند که از جانب پرکراتور نوعیت دیگه بررسی خالصانه رو قضیه بررسی خالصانه نشده در حالی که در اون حالت که این حادثه رخ داد ساعت 4 ساعت همون کامراهای نواربردار کار نمیکردند و از جانب پرکراتور نوعیت و بخشان پرکراتور همین جهت جزئیات حادثه که بررسی نشده در این قضیه و اخیراً سود این همکاری هم مرحوم مینیستر مرحوم رو با 3 سال سکونت حکم کرد و بگیم که نزدیک مرحوم از این قضیه راضی نیستن و بارها با قرار مراجعه کردن و ما همین پیگیری کردیم
گفتن که با پرکتور جنرالی مراجعه کردیم با دستگاهی پرزیدنت مراجعه کردیم تو هم یکم واکنشی چیزی به ما نشد. سردار رئیس پرکتور گیلانی وابسته به نظارت تفتیشی در مقام پرکتور سولیزاده بسازید. وابسته به این حادثه پرونده جنایتی به مورد 108 از بهداشتی کشتن آغاز شده. پرونده به سود رسانده شد. با حکم سود شخصی گناهکار به جامعه کشیده شد. چند شکایت‌هایی که برای قوام و سود بی‌نهایت مراجعه کرد. تعریف کاری با اون پرونده جنایتی حمایتچی هست. حمایتچی رو نگیرید یا اگر شما حمایتچی شدنی باشید مرحمت بیاین مراجعه کنید. تعریف کاری ما این مسئله رو می‌بینید. یا جای بحث نیست. شخصی گناهکار به جامعه کشیده شد حکم به اونا و قوه قانون دولت. با مرحمت با سوال. شما دیگر وابسته به پنجمه الان شما سیمان رو دیگه سوال می‌کنید. الان دیگران وجودت شما قبلا بکنم اکسیون کنم برای که شما بزرگی دارید بیماری سنتی کرونا باری اول محیطی که بیسولی در در شهر اوکراین تبقیه دوی تبقیه گرفته شده عادت که رسانه‌های رسمی سازمان جمهوری تندرستی و رسانه‌های خبری اکثری منطقه‌های جمهور قرار گرفته است. از جمله طبق معلومات رسمی وزارت تندرستی و حزب اجتماعی عالی جمهوری تاجیکستان از در جمهوری تاجیکستان شماره معین شهروندان به این مسئله گرفتار شدند و وابسته به سوال روزنامه‌نگار من همین را گفته هستم که مسئله مذکور تحت نظارت قطعی پرکتوری قرار دارد. این مسئله بارها از جانب پرکتوران در هیئت گروه مورد سنجش قرار گرفته است و از جانب دکتران نه در سال 2020 و نه در سال سال 2021 نه طریق شفایی و نه طریق خطی باید به نرسیدن موضوع بسته به بیماری و مکان پرکتور برید نشد. چون معلومات رو نبود. حالا که ما پیوسته همه روزه در همکاری با همین مقامات هستیم، در گروه کاری شامل هستند، هم از محافظت از باید چون معلومات رو ما برید نشد. تواضع خبر داخلی جمهوری تاجیکستان درباره فعل 2019 مراجعه کردن اون مهم است که این شهروند خود گرفتن و شهروندان مبلغ خود گرفته برای از محبس آزاد کردن یکم فش تبارک و اجازت قید موقتی گرفتن اکرار کردن دیپکتاسیا و غیره و همین بهانه‌ها مبلغ گرفتن با علامت‌های مواد خلابی کد جنتی پرونده جنتی آغاز کرد. ضررهای رسانده شده فقط به یک نفر 5000 واسه با پرونده اون در سه سالی ریاستی تفسیر پرونده جنتی افغانی واسه با پرونده جنتی نسبتی اسلام امارزاده این رو باید فرقی آن سوریش باید شامل پرونده جنتی آغاز کرده شد و این بعد پرونده جنتی پیشبرد ریاست تفسیر پرونده جنتی مخصوص جنتی گرفته شده و این اندامی تفسیر پیشکی مصبر بیماری امارزاده پیشبرد پرونده جنتی بازداشته شده است این موضوع باید افراد میباشد. خب با سوال در کجا؟ مشرف محمد رادیوی تاجیکستان در شبکه اجتماعی معلومات این نوفلیش بین ادامه بیشتر مثل اندیشه شما رو محترم فرمای گریانی بفهمم که در این سال 2023 در نظر به سال 2020 آدم روی و خرید شدن کم شده و در این سمت در طور جنرالی چی تجربه سودمند نمیشه. تشکر. سلامت باشید. عموما یگان حالت آدم روایی در
имсолаи соли 2021 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта нашудааст. ҳолатҳое ҳастанд, ки бедарак ғайб мезананд. вобаста ба ҳар як ҳолати бедарак ғайб задани шаҳрвандон, аввал хусус ноболиғон, фармандаро оғоз карда мешавад. мавриди ин ҳолатҳо мавриди санҷиш тафтиш қарор дода мешаванд. дар давраи иттифоқи советӣ якта вай дод. Дар даромадгоҳи шаҳри Фулоб як навиштаҷот дод: не оставляйте детей без присмотра. Падару модар бояд назорат кунад, ки кӯдаки вай беназорат дар кӯча намонад, гум нашавад. мо зиёда аз 200 ҳолати гум шудани кӯдакҳо буд. аз ҳамин 230 ҳолат ҳозир ҳамагӣ 14 ҳолат мондааст. дигар ба ҳама кӯдакҳо дар ҳама ҳолатҳо ёфта шуданд, ба падару модарошон аз ҷониби мақомоти институт баргардонда шуданд. ин 14 ҳолатам дар рӯзҳои охир шудаанд. мо вобаста ба ин бо санҷишҳо гузаронда истодаем. гуфтугӯҳои онҳо идома дорад ва мо муайян карда кӯшиш мекунем, ки инҳоро ба падару модарошон ба ҷои иstiqomatишон баргардонем. марҳамат, босавод. با اجازت شما محترم جناب پروکورور جمیله من میربوزخانова از هفته‌نامه فرش. جناب پروکورور، من سوال داشتم در رابطه با ابلغ که از бо фикри айбдорӣ ба суд фиристода шуд. муовини прокурори генералӣ дар инҷо ҳузур дорад. муфтии конституцияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи садории ҳарбӣ ва хизмат ҳарбӣ ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистони синну солаш аз 18 то 27 сол муайян кардааст ва ба мақомоти корҳои дохилӣ иҷозат додааст, ки намаро иҷро кунанд. наводҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шуданд ва ба сарҳаракатҳои ҳарбӣ барои санҷиш ворид гаштанд, онҳо аз тарафи кормандони мо мавриди санҷиш қарор гирифтанд. ҳолатҳое буданд, ки онҳо ба хизмати ҳарбӣ ягон рабт надоштанд, яъне дастгиркунии ҷиноятҳо аз тарафи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ буданд, ки мо ба инҳо ҷавоб ба воситаи ахбори умма вокуниш кардем. мутаассифона боз наворҳое ҳастанд, ки солҳои пеш 10-15 сол пеш ба навор гирифта шудааст ва аз тарафи шахсони иғвогар ба шабакаҳои иҷтимоӣ роҳ дода шуданд. ва бобохонзода фирӯз аст вобаста ба ваксина дар масъалаи ислоҳӣ адои ҷазо шумо гуфтед. сардори шӯъбаи прокуратураи генералӣ нафароне ки аз ваксина истифода бурданд роҳҳо ягош расман ворид шуда нест. зидди санҷишам ба қайд гирифта нашудааст. хуб, дигар саволҳо набошанд, ба ҳамин нишасти матбуотиро ҷамъбаст мекунам. барои иштирок ба ҳаматон миннатдории худро баён менамоям.
قرار اوید و دست کشیدن از واردات، استحصالات